ازت خواهش میکنم این 4 تا غذا رو تو یخچال نذار. اگه بیشتر از 24 ساعت بمونن ممکنه تبدیل به یه بمب سمی بشن و حتی سلامتت رو تهدید کنن. 1. ماکارونی. وقتی بیش از 24 ساعت تو یخچال بمونه باکتری خطرناکی تولید میکنه که دیواره‌های روده و معده رو سوراخ میکنه و در طولانی مدت باعث سرطان معده و کبد میشه. 2. کنسرو تن ماهی. خود ماهی مشکلی نداره ولی وقتی کنسرو زنگ زده باشه ماده سرطانزا تولید میکنه. 3. سیب زمینی. وقتی توی یخچال بمونه نشاستش از دست میره و طعمش شیرین میشه اما همزمان ماده سمی تولید میکنه که خیلی خطرناکه. 4. پیاز. رطوبت یخچال باعث میشه پیاز به قارچ سمی تبدیل بشه و حتی بقیه مواد داخل یخچال رو هم آلوده کنه. اگه از این پست خوشت اومد ذخیره کن و برای کسایی که حداقل یکی از این اشتباهات رو انجام میدن بفرست. این راز ساده ولی خطرناک میتونه سلامت خیلی‌ها